مرگ ملتی که در محور یک رقاصه صدها نفر جمع شد. و یک عالم تنها باقی بمانه، کشته شود و زندانی شود. این ملت به والله قسم نجات پیدا نمیکنه تا خود تغییر نتن، تا مسئولیت های اجتماعی خود درک نکنن. یک دلاک خبیث در یک جای میره، هزاران نفر در گرد از او جمع میشن، برش پیسه خودم مصرف میکنن، برش پول هم میتن، مجلس هم میتن، صدها نفر هم غذا میتن، به خاطر چی که دولتچی اومده دولت بزنه برام. یک دزدی که علنی دزد است، یک قاچاقبر، یک مجرم علنی دستگیر میشه، هزاران نفر جمع میشه. چرا فلانی در خانه گرفته؟ اما وقتی یک عالم به خاطر بیان سخن حق زندانی میشه، دو نفر صدای خود بلند نمیکنه. تعداد زیادی از مردم به خاطر دفاع از مردمان معلوم الحال تا سرحد مرگ ازش دفاع کردن. اما به خاطر علما چی؟ نه تنهایی که حداقل اون از اون دفاع نمیکنی، اون در جایش میگذاره، متهمش میکنه، بر علیهش تبلیغات میکنه. باز توقع هم داریم وضعیت جامعه ما به طرف مثبت پیش بره، نابسامانی های اجتماعی ما از بین بره. تعداد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم که تانستن وضعیت دنیا را تغییر بدن، از به اندازه ربع نفوس کابل تنها نمیشه. چی چیزی اونا را این رقم ساخت؟ همین ذهنیت. شما ببینید امروز مسلمان ها چی رقمی هست؟ نزدیک به 2 میلیارد مسلمان، 2 میلیارد در زبان آدم میاد، 1 میلیارد و 700 میلیون خودی هستن. اما چی؟ اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم چند نفر؟ یکی از علما میگه اگر از هر 100,000 مسلمان یک مسلمان مسئولیت خود درست ادا بکنه وضعیت تغییر میکنه. واقعا نبوده کم گپ نیست که نشان بده اوج انحطاط این امت متاسفانه که ما در بین 100,000 مسلمان هم یک نفر واسه این کار نمیکنه. پس باید بیدار شویم. در مرحله بسیار حساس ما شما قرار داریم. ابتلای بسیار سختی الله تعالی سر ما شما آورده، هم سر علما آورده و هم سر مردم عام آورده. سر علما این مسئولیت ها را آورده که سخن حق برای مردم بیان بکنن، و سر مردم آورده که وقتی کسی از سخن حق را بیان میکنه شما به عنوان کسانی که مسئولیت اجتماعی دارین از اونها دفاع بکنید. اگر علما در ادای مسئولیت خود کوتاهی میکنن قطعا پیش الله مسئولن. اگر ما هم به عنوان مردم عام در مسئولیت های خود کوتاهی میکنیم، ما هم پیش پروردگار مسئولیم. در هیچ اجتماعی او تو یک مرحله نبوده مگری که حتما علمای حقانی بودن و سخن حق را برای مردم گفتن و رساندن و مشکلات بی نهایت زیاد را هم به خاطر این مسئله تحمل کردن. وضعیت امروزی جامعه ما هم دقیقاً این حالت داره. باور بکنین تا جایی که من میفهمم این علمایی را که همه ما شما با اونا آشنا هستیم، بجز جرم دعوت دیگه هیچ جرمی ندارن. اگر زندانی میشن، اگر تحت فشار قرار میگیرن، اگر هر مشکل دیگه میاد، جرمشون فقط بیان سخن حق است.